آمار پایه 11 تجربی همونجور که توی پست دیگه بهت گفتم یه فصلی هستش که معمولا چون پایان کتاب 11 هستش از طرف بچهای و از طرف همکاران عزیز ما معمولا هر از گاهی مخفول واقع میشه و بچه‌ها درست مطالعه نمیکنن. یه تست مستقیم هم تو کنکور ازش هستش که میتونی با خوندن در واقع یه جزوه خیلی کوچولو موچولو و زدن یه تعداد تست به راحتی سوالش رو حل کنی. یه در واقع پست من درست کردم، یه ویدیو درست کردم در ارتباط با هر بلایی در آمار که من توصیه میکنم اون پست رو حتما تو بری ببینی. حالا من یه کوچولو توضیحات اون پست رو اینجا تکرار میکنم چون برای حل این تست من نیاز دارم. بچه اول مسئله رو بخونیم. مثلا میگه اگر ضریب تغییرات داده های x1 x2 تا xn برابر با 3 باشه، میانگین داده ها هم x بار باشه، میگه ضریب تغییرات داده هایی که در 5 ضرب شدن و با میانگین جمع شدن بگو چی هستش. یعنی بچه‌ها تک تک اینا رو شما در 5 ضرب کردید با میانگین جمع کردید، داده دوم در 5 ضرب کردید با میانگین جمع کردید، داده n در 5 ضرب کردید با میانگین جمع کردید. بچه‌ها ببینید من یه توضیح خیلی سریع بدم راجع به هر بلایی. بازم میگم منظورمون از بلا اون ترانه نیست که میگه بلای بلا نمیدونم چی. بلا منظورمون جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. بچه‌ها اگه همه داده ها رو در یه عدد ضرب، تقسیم یا جمع یا تفریق کنید یا به زبان دیگه هر بلایی سر یه سری داده بیارید، میانگین هم همون بلا سرش میاد. انحراف معیار برای جمع و تفریق اصلا واکنششون نمیده. یعنی اگر شما همه داده ها رو در یه عدد با یه عدد جمع کنید یا از یه عدد کم کنید، انحراف معیارشون اصلا تغییر نمیکنه. ولی اگر همه داده ها رو در یه عدد ضرب کنید یا بر یه عدد تقسیم کنید، انحراف معیار در قدر مطلق اون عدد ضرب یا تقسیم میشه. برای واریانس هم اینجوری هستش که اگر همه داده ها رو در یه عدد ضرب کنید یا بر یه عدد تقسیم کنید، در واقع واریانس در توان دوم اون عدد ضرب یا تقسیم میشه. با توجه به این مقدمه ببین داستان به چه صورتی هستش. پس من یه سری عدد دارم بچه‌ها که خب داده های من، دیتا های من هستن x1 x2 لا بلا بلا xn. خب این داده ها بچه‌ها گفته ضریب تغییراتشون 3، یعنی الان CV این داده ها برابر با 3 هستش. دیگه چی میگه؟ میگه میانگین این داده ها هم x باره. میانگین رو هم خب گفته x بار هستش. حالا اومدیم چه بلایی سر این داده ها آوردیم، در 5 ضرب کردیم با میانگین جمع کردیم. ناکنید پس الان داده های جدید من 5 تا x1 به علاوه x بار 5 تا x2 به علاوه x بار لا بلا بلا 5 تا xn به علاوه x بار هستن داده هایی که جدیده. خب حالا میگه ضریب تغییرات این داده های جدید بگو چجوری هستش. خب پس من الان میخوام چیکار کنم؟ بیام CV رو برای اینا بنویسم، ضریب تغییرات رو برای اینا بنویسم. خب ما فرمول CV رو هم بلدیم دیگه. میگیم چی؟ میگیم سیگما تقسیم بر x بار انحراف تقسیم بر میانگین. بچه‌ها الان شما چه بلایی سر این داده ها آوردید؟ همه رو در 5 ضرب کردید با میانگین جمع کردید. پس میانگین جدید اینا هم 5 برابر میانگین جدید اونا به علاوه x بارن. یعنی چی به زبان ساده تر؟ الان همه داده ها که در 5 ضرب بشن، میانگین اینا هم در 5 ضرب میشه. یعنی میانگین جدیده، حالا x بار پرایم من اسمشو بذارم، میشه 5 برابر میانگین قبلی به علاوه میانگین قبلی. خب میشه 6 برابر میانگین قبلی. یعنی الان این داده های جدید، حالا من اگر اینجا یه پرایم برای شما بذارم، این چی میشه؟ این x بار پرایم سیگما پرایم، این x بار میانگین داده های جدید 6 برابر میانگین داده های قبلیه. این از این. یه چیزی بچه‌ها گفتم، انحراف معیار ضرب و تقسیم روش تاثیر میذاره، جمع و تفریق روش تاثیر نمیذاره. یعنی وقتی شما همه اینا رو در 5 ضرب میکنید، این انحراف معیار جدید هم در 5 ضرب میشه، ولی این جمع و تفریق روی انحراف معیار اصلا تأثیری نمیذاره. پس من انحراف معیار اینا رو بخوام به دست بیارم، میشه 5 برابر انحراف معیار اونا. جمع و تفریق تأثیر نمیذاره، پس میشه 5 برابر سیگمای قبلی. خب حالا این سیگما بر x بار، این CV بود سیگما بر، یعنی الان چیه؟ این سیگما تقسیم بر x بار دیگه. این 3 بچه، این عبارت 3 یعنی میشه چی؟ میشه 5 ششم 3. خب تموم شد. این میشه 1، این میشه 2. 5 تقسیم بر 2 یه 2.5 ناقابل، گزینه 4
دانش آموزای خوبی نتونسته بودن این سوال حل کنن. یعنی اون کسی که این سوال از من پرسید دانش آموزی که از بهترین دانش آموزای من هستش. امیدوارم متوجه شده باشی. خداحافظ.